برنامه اخباری آزادی را من مومین احمدی پیشکش شما می‌گردانم. درود بینندگان عزیز. خبرهای جهان و تاجیکستان را خلاصه می‌کنیم. امروز 24 اپریل است. نگاه به سرخط خبرها. فرستادن پول به 3 بانک تاجیکستان از اروپا امکان پذیر شد. اتحاد اروپا آنها را از فهرست تحریم‌های خود بیرون کرد. مهلت آتش بس در لبنان 3 هفته دراز شد. لبنان و اسرائیل برای بی‌سلاح ساختن حزب الله به سازش می‌رسند. و در ادامه برنامه گزارشی از بحث گروهی از موسفیدان کانیبادان با حکومت محلی بر سر چایخانه راحت. یک جای میشتگی نیست محلنده. من خودم ساختگی و خودم صاحب شده نمیتونیم. هم ندونم چه کارن در کار. اتحاد اروپا که 3 بانک تاجیکستان را برای کمک غیر مستقیم به جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار داده بود، هر 3 را از فهرست مؤسسه‌های تحت تحریمات بیرون کرده است. اتحاد اروپا تیر ماه سال گذشته هر گونه معاملات با بانک‌ها از جمله دوشنبه سیتی بانک را که در شبکه‌های اجتماعی شکایت مشتریانش را بسیار می‌بیند ممنوع اعلام کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم طاهری سفر. در قرار شورای اروپا از روز 23 اپریل که بسته نوی تحریمات به ضد روسیه را اعلام کرد آمده است نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان را از فهرست مؤسسه‌های مالی تحت تحریم پاک کنند. اتحاد اروپا گفته است سبب از فهرست بیرون کردن چندی از مؤسسه‌های تحت تحریم نتیجه مکالمه با کشورهای سوم درباره رعایت تحریمات است و هدف از این تحریمات هم تغییر دادن رفتار آن مؤسسه‌هایی است که به روسیه در جنگ اوکراین از هر راه کمک می‌کنند. بانک ملی تاجیکستان هم این کار را نتیجه گفتگوها و همکاری‌های مقامات با شریکان اروپایی نامیده است. در بیانیه تازه بانک ملی آمده است که تصمیم اتحاد اروپا نتیجه مستقیم گسترش همکاری‌های وزارت اداره‌ها با کمیسیون اروپا، تطبیق پیگیرانه استانداردهای بین‌المللی مطابقت و تحکیم نظام مبارزه با قانونی‌گردانی درآمدهای از راه جنایت به دست آمده ارزیابی می‌گردد. پایان اقتباس. یک کارشناس اروپایی درباره عامل‌های دیگری لغو تحریمات گفت: بیرون کردن 3 بانک تاجیکستان از فهرست و مانع شدن به شامل کردن یکی دیگر از بانک‌های تاجیکستان به فهرست تحریمات که کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد نشان می‌دهد که بانک‌های مذکور و مقامات تاجیکستان چاره‌های جدی را اندیشیدند، چاره‌هایی که معامله با افراد یا آنهایی را که تحت تحریم اتحاد اروپا قرار دارند و تحریم‌ها را دور می‌زنند امکان ناپذیر می‌کند. مقامات اتحاد اروپا آشکارا اعتراف کردند که و آن را اقتباس میکنم این مؤسسه ها تدبیرهایی را اندیشیدند که خالیگاه های موجود را رفع و فعالیت های غیر قانونی را قطع کردند. اتحاد اروپا ماه سپتامبر سال 2025 هر گونه معاملات مالی با سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان را ممنوع اعلام کرد، زیرا با گفته اتحاد این بانک ها در جنگ روسیه در اوکراین به نوع کمک میرسانند. اتحاد اروپا آن زمان گفته بود که این مؤسسه‌های مالی تاجیکستان از راه کنار زدن محدودیت‌های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، بسرنشین‌ها و دیگر مال‌ها و تکنولوژی‌های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می‌گذارند. اعلان تحریمات معاملات بانک‌های تاجیکی با شریکان اروپایی و دیگر مؤسسه‌های خارجی را مشکل کرد. پایگاه خبری پامیر اینساید آن زمان نوشت که بانک‌های مذکور گویا به نزدیکان امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان تعلق دارند. بعد تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 شرکت گازپروم نفت تاجیکستان نیز در فهرست شرکت‌های تحت تحریم اروپا شامل شد. این شرکت یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است. مقامات انتظامی تاجیکستان یک خوشدامن 44 ساله را برای تا به خودکشی رسانیدن عروس خانواده دستگیر کردند. وزارت امور داخلی روز 23 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت به سبب جبر و ظلم پیوسته این زن کلینی 21 ساله آنها روز 2 اپریل خود را بر رودخانه زرافشان انداخته خودکشی کرده است. حادثه در دهه زاسونی ناحیه عینی رخ داده است. در بیانیه آمده است که زن نسبت به کلینش 3 سال اخیر معامله بیرحمانه داشته است.
اسم زن گمانبر یا موقع او به این جنایت نشر نشده است و معلوم نیست تا کجا او واقعا هم خود را گناهکار حساب میکند. وزارت کارهای داخلی میگوید به ضد این زن با اتهام رساندن به خودکشی پرونده جنایی باز کردند و در صورت اثبات شدن گناه ممکن است او را از 3 تا به 8 سال زندان محکوم کنند. بر اساس آمار رسمی سال گذشته بیش از 200 زن در تاجیکستان قصد به جان خود کرده، برخی از حیات محروم و چندی از سوی نزدیکان نجات داده شدند. سازمان‌های حامی حقوق ریشه اکثر خودکشی‌ها را نتیجه خشونت خانوادگی می‌نامند و حکومت را تنقید می‌کنند که برای کاهش خشونت چاره جدی نمی‌بیند. لبنان و اسرائیل راضی شدند که مهلت آتشبس را 3 هفته دیگر دراز کنند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که با میانروی آمریکا این دو کشور با گفتگو و ادامه دادن آتشبس راضی شدند. پس از آغاز جنگ در ایران، شاخه نظامی حزب الله در لبنان که آمریکا آن را تروریستی می‌داند با اعلان پشتیبانی از ایران به اسرائیل موشک‌اندازی را آغاز کرد. اسرائیل با هدف نابودی حزب الله به لبنان نظامیانش را وارد کرد و با وجود آتشبس با ایران حمله‌ها در لبنان ادامه داشتند. همکارم خرامان بقازاده گزارش خبرگزاری رویترز را پیشکش می‌کند. مقامات لبنان و اسرائیل روز 23 اپریل پس از مذاکرات با حضور مقامات آمریکایی در کاخ سفید راضی شدند که 3 هفته دیگر مهلت آتشبس را دراز کنند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سفیران اسرائیل و لبنان را به حضور پذیرفت و اعلام کرد که دو کشور برای ادامه گفتگو با آتشبس راضی شدند. تصمیم آتشبس پس از آن صدا داد که در حمله‌های اخیر اسرائیل به لبنان کمش 5 نفر از جمله یک روزنامه‌نگار کشته شدند. آنها راضی شدند که 3 هفته دیگر آتش بس کنند. با گمانم به تیراندازی آتش بس را رعایت می‌کنند. می‌بینیم و امیدواریم که رعایت می‌شود. چون این خواهد شد، ولی آنها حزب الله دارند که باید درباره‌اش فکر کرد. شاخه نظامی حزب الله در لبنان را ایالات متحده آمریکا تروریستی می‌داند و باور دارد که آن از جانب ایران با سلاح تأمین می‌شود. این گروه که قوی‌تر از ارتش لبنان است و در پارلمان این کشور هم نماینده دارد، سالها باز با اسرائیل در حال جنگ است. مقامات رسمی لبنان نه همیشه به عملکردهای این گروه راضی هستند. دونالد ترامپ ظاهراً با اشاره به این در شبکه‌های اجتماعی نوشت که ایالات متحده آمریکا آماده است که به لبنان برای دفاع از خود در برابر حزب الله کمک کند. او گفتگوی دیپلمات‌های اسرائیل و لبنان را خیلی خوب نامید. این گروه تحت حمایت ایران بخشی از مذاکرات دو کشور نیست و بارها گفته است که حق دارد با ارتش اسرائیل مقاومت کند. ترامپ امیدواری کرد که به زودی رهبران اولی لبنان و اسرائیل و ایالات متحده آمریکا خواهند آمد و احتمال در سال جاری میان دو کشور سازشنامه صلح امضا شود. به حزب الله نگرید، ظاهرا آنجا همه یک دلانه مقابلش هستند. از این رو آنها هر دو در این مورد هم فکرند. فکر میکنم امکان خوبی رسیدن به صلح وجود دارد. مهلت آتش بس در لبنان باید آخرین هفته به پایان می رسید. این تحولات که پس از چند روز آتش بس در ایران اعلان شد، جنگ را کاهش داد، ولی حمله های اسرائیل به منطقه هایی که گمان می رود سلاح به دستان حزب الله جای گیرند ادامه یافت. نظامیان اسرائیل بارها به ساکنان لبنان هشدار دادند که به این منطقه ها وارد نشوند. لبنان گفته است که در مذاکرات آینده از اسرائیل خواهند خواست که ارتشش را از این کشور بیرون کند، ساکنان بازداشت شده لبنان را رها کند. اسرائیل به آن تلاش دارد که حزب الله را نابود کند، نه به بیرون کردن ارتش خود از لبنان. لبنان تلاش دارد که با راه آسایش‌تر حزب الله را بسیلا کند. مقامات لبنان میگویند از زمان حمله اسرائیل به لبنان از 2 مارس امسال حدود 2500 نفر کشته شدند.
و یک گروه از مویسفیدان در شهر کنیبادام 3 سال باز با مقامات محلی بحث دارند تا جای خوشگذرانی آنها را دوباره باز کند. گپ سر یک چایخانه جمعیتی می رود که حکومت محلی آن را به یک صاحبکار فروخته است. پیرانسالان میگویند این یگانه جای جمعشوی آنها بود و حکومت حق فروختن آن را نداشت. جزئیات این بحث در گزارش فرزان محمدی. در شهر کنیبادام مویسفیدان با مقامات سر یک چایخانه بحث دارند که میگویند 35 سال پیش ساخته بودند. حالا چند ماه باز نفران دیگر به در آن قلف و مهر زدند. طبق سندهایی که به رادیو آزادی نشان دادند، این چایخانه سخاوت نام داشته و صاحب ملک آن کمیته محله نفتچیان است. ولی سال 2018 رئیس پیشین حکومت کنیبادام آن را به اختیار دولت گذرانیده به واسطه اداره اموال به یک صاحبکار محلی فروخته است. بحث دادگاهی آن بین طرفها از سال 2023 شروع شده و تا ماه ینور امسال دوام کرده است. هم چیزایی هم همینجا پرچم بود کند اینجا کمیته محلی نوشته که کند شکست پارتریتی پرزیدنت ما بودن و کند پارتوفتن حجت‌های همش برده همینجا ماندن. مسئول کمیته محله نفتچیان میگوید که در زینه‌های اول مقامات حفظی حقوق مسئله را به فایده آنها حل کردند، ولی در زینه‌های بعدی باز صاحبکار محلی دست بالا شد. مویسفیدان در پشت این کار اساساً مقامداران پیشین حکومت شهر و هم سردار اداره اموال دولتی را مقصر می‌دانند که بعضی آنها فعلا زندانی گشتند. معلوم نیست که در پرونده آنها این مسئله نیز جای دارد یا نه. 25,000 حوزه سازان خیر کرد برای ما. آبی نوشاکی، آبی نقص، تازه، دایم پر، حاضر همه همجا جاش باید ضرور شده که آب پران نخوره. لیکن یک تا چایخانه هم موقع مهنت کرده ما 24,000 نرخ مانده فروخت. به گفته مویسفیدان در حدود چایخانه حجره کاری مسئولان کمیته محله نفتچیان، نماینده شورای سابقه‌داران و زنان، قصابخانه و خانه مویسفیدان عمل میکرد. حالا کمیته و جمعیت ها از فعالیت باز مانده و دیگران به جای ماندند. نفقه خور همه ما یک جای میشتگی نیست محلنده. من خودم ساختگی و خودم صاحب شده نمیتونیم. هم ندونم چه کارن در کار. همی سرشویش تا آخرش من همینجا جمیدگی همینجا مهنتم رشدگی من میخوام که تی گرفتگی باشد با برگردان کرد ما بیمال آمده شدیم اینجا. مویسفیدان میگویند که چایخانه سخاوت دست کم برای 4 محله شهر جای جمع آمد و استراحت دانسته میشد که بیش از 500 عائله در آن زندگی میکنند و یک قسمت اعظمش کلانسالان هستند. مسئولان کمیته محله نفتچیان میگویند که به همه مقامات دخلدار مراجعت کردند ولی بی‌نتیجه مانده است. ما یک تا خواهش ما همین که رئیس حکومت شهر کنیبادام یک بار دیگر ما همین پرابلمی که هست ما خودشان آموزن اما کارگرای دخلدار حکومت دخلدار به سپارش دیدن که همین دیده برایند از روی قانون ما زیاد کش نمیپرسیم. رئیس شهر دوران زاهدزاده به خود مراجعت کنندگان و بعضی از نمایندگان حکومت در صحبت حضوری به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که حل مسئله طریق دادگاه باید صورت بگیرد، زیرا هر کاری ممکن را مقامات محلی اجرا کرده است. مویسفیدان میگویند که عزمشان را ادامه میدهند و درخواست دارند که مقامات حفظی حقوق به قضیهشان بی‌طرف نباشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری کنیبادام. در تاجیکستان تجدید یکی از اگریگات‌های نیروگاهی اساسی کشور را به پایان رساندند که به گفته مقامات به افزایش استحصال نیروی برق مساعدت می‌کند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 24 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت که رسمی به کار انداختن اگریگات هفتم نیروگاه نورک که در سالهای دراز فرسوده شده بود با حضور پرزیدنت امامعلی رحمان صورت گرفته است. ترمیم اگریگات که 2 سال را در بر گرفته و برای آن تقریباً 40 میلیون یورو خرج شده است. در بیانیه آمده است که اکنون توانایی اگریگات افزایش یافته است و آن میتواند در یک شبانه روز تا 8 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال نماید. نوسازی نیروگاه برقی آبی نورک که حالا تامین کننده اساسی نیروی برق تاجیکستان است، سال 2019 آغاز یافت و تاکنون 3 چرخه آن را عوض کردند.
هر سال سر از تیر ماه تا بهار بسیاری از مردم تاجیکستان نیروی برق کافی ندارند و حکومت همیشه برای ناتوانی در تامین این نیاز اساسی مردم تنقید می شود. اخبار آزادی اینجا